آخوند شیرازی شیعیان را به شرک ورزیدن به الله دعوت می‌دهد. این آخوند ادعا می‌کند که پذیرش دعای بنده در نزد الله متعال بدون توجه به اهل بیت عذاب است. بدون هذا الطريق الدعاء لا يستجاب. إن استجيب الدعاء كن على يقين أن هذه الحاجة تكون وبالا عليك، تكون نقمة عليك. الحوائج الدنيوية التي الله عز وجل يعطيها بدون توجه الإنسان إلى أهل البيت نقمة على الإنسان وليست نعمة. بظاهرها نعمة ولكن يوم القيامة يتبين أن هذه كانت نعمة أم لا. این آخوند رافضی میگوید آن حوایج دنیوی که الله متعال بدون توجه به اهل بیت به انسان میدهد عذاب است نه نعمت. اما الله متعال میفرماید إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. همانا کسانی را که به جای الله می‌خوانید بندگانی مانند شما هستند، پس آنها را بخوانید و باید شما را اجابت کنند اگر راست میگویید. شیعیان امروز به ظاهر ادعا میکنند که ما از غلات بیزار هستیم. متاسفانه عقاید و افکار همان غلات که مورد لعنت و نفرین امامان بودند در لابلای عقاید و افکار اینان به طور آشکار در جریان است. آیا ایشان برای امامان نذر نمی کنند؟ وقف نمی کنند؟ آنان را در اجر و کسب خود شریک نمی سازند؟ راست فرمود الله متعال وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. و از آنچه به آنان روزی داده ایم بهره‌ای برای بت‌هایی که چیزی نمی‌دانند مقرر می‌کنند. سوگند به الله از آنچه به دروغ برمی‌تافتید سؤال خواهید شد. امام رضا رحمت الله علیه همواره در دعای خود به الله عرض می‌کرد و از غالیان براءت می‌جستند. پروردگارا، من بیزاری می‌جویم به سوی تو از کسانی که درباره ما چیزهایی را ادعا می‌کنند که ما را در آن حقی نیست و خود را در آن به حق نمی‌دانیم. پروردگارا، من بیزارم از کسانی که چیزهایی درباره ما میگویند که ما از آن در خودمان اطلاع نداریم. پروردگارا، ما بندگان و فرزندان بندگان تو هستیم که برای خود تا چه رسد به دیگران مالک هیچ گونه سود و زیان و مرگ و زندگی و رستاخیز نیستیم. پروردگارا، کسانی را که درباره ما چنان تصور می‌کنند که آفرینش و روزی دادن به دست ماست، ما از آنان بیزاریم. پروردگارا، ما این غلات را بدان چه میپندارند دعوت نکرده ایم، پس ما را به گفتار ناهنجار آنان مؤاخذه مکن و آنچه اینان درباره ما تصور میکنند بر ما بیامرز و از اینان کسی را بر روی زمین مگذار که از آنان جز فاجر و کافر تولید نخواهد شد. اعتقادات الامامیه از شیخ صدوق، باب الاعتقاد فی نفی الغلو و التفویض، صفحه 74. چرا این رافضیان تلاش می کنند رابطه میان بنده و خالقش را با اعمال ناشایستی چون توسل نامشروع قطع کنند؟ چرا پروردگاری که در قرآن میگوید مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم نفرمود مرا مستقیم نخوانید بلکه توسط فلان امام و امامزاده بخوانید؟ پرسش ما از این آخوند غالی این است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
و علی و اهل بیت چگونه الله عزوجل را می‌خواندند؟ آیا یا الله می‌گفتند یا فلان؟ اگر می‌گفتند یا الله، پس ما به آنها اقتدا می‌کنیم و اگر متوسل به مردگان می‌شدند، بایستی دلیل و مدرکی برای آن عرضه کنید.